بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند الرسالة الرابعة، الأصول الثلاثة التي تجب معرفتها أو يجب على الإنسان معرفتها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الأصل الأول معرفة الله. يعني هذا ليس من كلام الشيخ، هذا ليس من كلام الشيخ، هذا من كلام الشارح. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا متن له: فإذا قيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها أو التي تجب معرفتها، والصحيح التي يجب على الإنسان معرفتها. لذلك خذوا المتن الصغيرات كتابات يعني احفظوا منها. الشيخ محمد بن عبد الوهاب گفت است که چون تو را گویند که سه اصلی که به انسان واجب است دونستن اونها کدام است، اما سه اصل از کدام چی عبارت است؟ فقل معرفة العبد ربه و دینه و نبیه محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم. بگو که شناختن بنده از پروردگارش را و دینش را و پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. وقال الشارح الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى تحت هذا: الأصول جمع أصل. أصول میگوید جمع اصل است. والاصل ما يبنى عليه غيره. اصل گفته آنچه را میگن که دیگر چیز در بالای و بنا میکنن. اول وی میسازند و دیگر چیز در بالای و بنا کنن. همون چیزی که بالاش هنده استادگی های تگشنگره چی میگن؟ اصل میگن، فوندن. والفرع ما يبنى على غيره. فرع چیز؟ فرع آن چیزی است که هوای در بالای اصل بنا میکنه. هر چیزی که شما بنا کنید در بالای یک چیز، تگش هم بودگی چیز اصل میگویند و بالاش هم بودگی چیز فرع میگویند، شاخه، دیوار. فهذه سمیت بالاصول. اینها را اصول نامیده شد. همین سه اصل را، سه مسئله را اصول نامیده شد. لأنها يبنى عليها غيرها من امر الدين. چون که به خاطر آن اصول نامیده شدن این سه اصل را، چون که دیگر امور دینه بالای همین هم بنا کرده می شود. یعنی دیگه کارها، دیگه مسئله های دین بعد این سه اصل هستن گفته است. برای خاطر همین بینای مسلمانه اساسا خواهی که بنا کنی اول اصلش میریزی. اصل این بینای اسلام میگه از همین سه مسئله عبارت است که در این دنیا از تو پرسیده می شود و در برزخ و در قیامت از این سه اصل پرسیده می شود. برای همین یعنی شیخ احمد داده اصولی سه گانه گفته نویست. بله، ما چهارم رساله هستیم، سه رساله گذشت. ابتدای اونها اعلم رحمك الله، دویمش هم اعلم رحمك الله، سومش هم اعلم ارشدك الله لطاعته. گفت انا که در اینجا که سوال جواب. فلذلك سمیت اصولا، بخاطر همین شده اونها را اصول نامیده شد. لانها یبنى علیها امر الدین. زیرا اینکه بالای بیهانده امر و دیگه امور دین را بنا کرده می شود. و کل الدین یدور علی هذه الاصول الثلاثه. و تمام دین در اطراف انمین سه اصل دور میزند. فهمیدید؟ هر مشکلی که در سری تو بیاید، نسبتی هر مشکلی که تو از تو صادر شود نسبتی امور دین، مشکلی او از پشت همین سه اصل است. خواهی که مثلا نمازت، روزه، دیگه حج، زکات، این امورت یعنی درست و سالم شوند، به شک و به شبهه و به آلودی شرک و به فسادی باشد، دیگر تو باید که رعایت کردن این سه اصل.
کمبودی کردن تو در نماز و روزه و حج و زکات این علامتی کمبودی توست در این سه اصل. مفهوم است؟ برای چی مردم من مسلمانم بگو در نماز خودی تیر میخوانم، این سه اصل بیخبر هستیم، نمیدونه این سه یعنی که این نماز برای کی خوندن، به خاطر کی خوندن در کاره، این بیخبر. و این نماز تعلیم دادگی ذات چه خیلی میخوان خبردار نیست. یکم از الله است معرفت الله، دوم از معرفت پیغمبر باشد یا که معرفت دین اسلام باشد، سوم از معرفت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. قول مؤلف و معرفت العبد ربه، در جواب بگو که یکی از اون سه شناختن بنده است پروردگارش را. ربه منصوب، رب در اینجا منصوب آمده است لانه مفعول لمعرفه، زیرا که مفعول شده برای معرفت. معرفت اسم مصدر است ولی چی شده است؟ مفعول شده برای همین. لان المصدر معرفه اضيف الى اسم فاعل، زیرا اینکه مصدر یعنی که همون معرفت مصدر بوده مضاف شده ایستاده است به اسم فاعل که مراد از او عبد است. و المصدر اذا اضيف يعمل عمل فعله، همه که قاعده است که مصدرها وقتی که اضافه شوند یعنی مضاف شوند عملی فعلشون میکنن عند النحویین، در نزد علماء النحو. فالمصدر هنا اضيف، در اینجا هم میگم مصدر مضاف شده ایستاده است، فيعمل عمل فعله، مجبور است که عملی فعلش انجام دهد. یعنی الاصل الاول ان يعرف العبد ربه شده ایستاده است. هم شده الاصل الاول ان يعرف العبد ربه، ان مصدری اسم آخه ما میتونیم هم خیلی گویم، میتونیم گفتم معرفت هم گفتم، هر دوش مصدر آخه. قوله و دینه و نبیه، بعد مؤلف بعد از اون گفت که و دینش را و پیغامبرش را، معطوف علیه، اینا همش معطوف به رب شدن، ای علی المنصوب، معطوف به منصوب، یعنی المعطوف علی المنصوب منصوب. هذه اصول الدین اجمالا، این است اصول دین به طریق اجمال، کوتاه، اختصار، معده. و سیاتی تفصیلها فی کلام الشیخ رحمه الله ان شاء الله، و زود خواهد آمد تفصیلات اونها در کلام خود شیخ ان شاء الله اگر الله خیانه که راضی باشد. لماذا خص هذه الاصول الثلاثه، برای چی شیخ مخصوصا ذکر کرد این سه اصل را؟ سوال داشته است خود شیخ صالح الفوزان. او لماذا خص، اما بهترش خاصه گفتن در کاره، برای خاطر اون که نایب فاعلش همون خود شیخ هست. اگر هذه میشد که خصت میشد خاصه، لانها هي الاساسات لدین الاسلام، چون که اونها هستند اساسهای دین اسلام. همین اصول سگانه اساسهای دین اسلام هستند و اهمیت به حرفای جاری کرد. ولانها هي المسائل التي يسأل عنها العبد حين يوضع في قبره. زیرا اینکه این مسئله ها یعنی سوال های هستند که از اونها بنده را پرسیده می شود حینی که او را در قبر چی کرده می شود؟ گذاشته می شود. یوضع، لأن العبد اذا وضع في قبره وسوي عليه التراب، زیرا اینکه بنده را چون در قبرش گذاشته شود و بر بالای او خاک را تنک یا که هموار کرده شود، وانصرف عنه الناس راجعین الى اهلهم، و مردم از نزد او برگردند در حال گشته به سوی خاندان خود، چند زنکای جاءه ملکان فی القبر، به نزد او دوتا ملک میاد، دوتا فرشته میاد در قبر. فتعاد روحه، روح معنسه برای متعادش شده است، روح او را برگردانیده می شود فی جسدی در جسدش، و یحیی حیات برزخیه، حیاتا برزخیه، و زنده می شود. بچه خیل حیاتی برزخیه. حیاتی برزخی برادرها و مانند حیاتی من و شما نیست که او نفس کشش فهمی، جنبیدن و حرکتش بینی. اگر خیل می شود، اگر که ها مردم کامره ها مونده تلخ کف می شود.
اگر الله سبحانه و تعالی نمایان که در حدیث صحیح آمده است، اگر الله تعالی عذاب قبر در چشم من شما عیانا میکرد، یگون کس مردش دفن نمیکرد. خلاص ليست حياة مثل حياة الدنيا وي مثل حياة الدنيا نيست. ليست زمير مستتر هي راجب شو حياتي في ذكر شو تقول حياة خبري ليست بموصوف مثل صفتي مضاف حياتي مضاف إليه وحياتي مضاف الدنيا مضاف إليه. حياة يوكي حياة الله أعلم بها. اگر حیاتونش بگیم اگر هي حیات و یک حیات است که الله وی میدونه. فهمیدید؟ اینجا ده اعلمو با اسم تفضیلش نگوید، در باب خودش نیست. اگر اسم تفضیل گوییم گویا که دیگران میدونند و فقط الله بیشتر از اونا میدونه میشه. نه، الله میدونه. تمام. فیجلسانه فی قبره فیقولان له، او را در قبرش شنانده برایش میگون که من ربک، پروردگار تو کیست، و ما دینک، و دینی تو چیست، و من نبیک، پیغمبری تو کیست. نسأل الله السلامة يا رب. فالمؤمن يقول ربي الله، مؤمن باشد میگوید که پروردگار من الله است، و دین الاسلام، دین من اسلام است، و محمد صلی الله علیه و علی آله و سلم نبی، و محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبری من است. فیقال له، برایش میگون که کیف عرفت؟ این شیخ صالح الفوزان برای من شما معنای حدیثی گذاشته، یعنی که در حدیث همین متن قطعی آمدگی نیست، معناشو گذاشته. چه دانستی؟ یقول قرأت کتاب الله فدریت و عرفت. کتاب الله را خوندم، یعنی یکم چیزی که میگه خوندم، این سو خوندم، ورسه خوندم، نگوسه که من کتاب الله را خوندم. این واجبه به من شما که مردن این فقط برای پیران نیست برادران، یا که علم آموزی فقط برای مردان نیست که زنها فقط یعنی که نمودهای ترک پذیر یاد گیرن. نه، مرگ برای یعنی که نه پیر میگود، نه یاش، نه زن، نه مرد میگود. مخیلی یکمین واجبی که در گردن من شما است تعلیم دادن فرزندان ما، یعنی که معرفت الله و معرفت دین الاسلام و معرفت دین الاسلام بالادله. و من اين الدلیل؟ الادله من کتاب الله و من سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم بقراءه کتاب الله. طيب انا گفتم است که فرشته را جواب داد، گفت که من کتاب الله را خوندم. فدرایت بدون اسلام و عرف و شناختم. فینادی منادی، یک ندا کننده ندا میکند. ان تفسیره صدق عبدی، یا ان تفسیره بندم راست گفت. مراد از همون ندا کننده کی بوده؟ الله سبحانه و تعالی ندا میکنه، فرشته میگه که بندی من راست گفته. فافرشوه من الجنه وافتحوا له بابا من الجنه. افرشو بستر کشاید برای او، جاگه کشاید برای او، فراش کورپه کشاید برای او. اون کورپه از کجا هست؟ از جنت. دیده بعضی جزءهای جنت با از جنت بیرون میشدستن. وافتحوا له بابا من الجنه، یک در کشاید برویش از جنت. و یوسع له فی قبره، و وسع کرده میشه قبرش را. این هم خیلی هم فعل یوسع هم خیلی میبینه فقط میبینه. و برای او قبرش را وسع کرده میشه. مد البصر، وسعش چقدر؟ 2 متر 3 متر؟ نه، مد البصر، چشمش تا کجا رو میبیند؟ به مسافه بینیش چشم او تا کجا رو میبیند؟ مثلا دمیج میبرد تا کجا رو میبیند؟ تا چقدر مسافه رو میبیند؟ 100 متر می 500 متر میبیند. نه، اما کشاده شد. و در نظر من شما یک میت جای و حیاتی برزخی مانند حیات من شما نیست. فیاتیه من ریح الجنه و روحها، از بوی جنت و از راحتای جنت به نزد اون مدام میگرد. فینظر الی مسکنه فی الجنه، تماشا میکند به خانه خود در جنت. در جنت خانهش میدیدن. شما تصور کنید که یک کس برای شما امکانیت داد که
مثال برای مثالای دنیوی میگیم که اختلاط نکنیم با آخرت. مثال دنیا، یک کس میگه که تو اگر همین امتحان گذاریه ولی امتحان شده ها صنفی بلند دیدی، صنفی که مثلا تازه آلوفته بی چنگ در هوای گرم کاندیشنر دار، در هوای خنکی مثلا راحت ها. اگر امتحان گذاریم اگر نقلی با قطاری همین بچهای مثال گیریم در دراسات خاصه میافتید. همون انسانی که امتحان انکو بینای گذشتن است چخش تو میکنه که کی باشد که همون صف به داخل شوم. اگر کسی که دلش بری خوندن سوزه خیلی که همین کی بود نومم گذرد که اقامه گیرم نه. فهمیدی مرو؟ اكو بینه اینم که در جنت که امکاناتش میته خانش میبیند فیقول یا رب اقم الساعه. نگاه ای پروردگار میگه قیامت قایم کن، سر کن. معلوم میشه است که بین با حیاتی برزخ و بین قیامت با جنت با حال قیامت است. تو اون قیامت قایم نشه یه کس حق جنت رو نداره. ولی الله امکاناتش میده. دیدن نگاه کن، تماشا کن. حتی ارجع الى اهلی و مالی. قیامت قایم کن برای تعلیل علتش چی با؟ میخواهم که به نزد خانه و در و خشت بارم دوام. مال ملکی که تو بری من محیا کردی در دنیا، در دنیا چیزی که نه مال ملکی که من در دنیا خرج کردم در آخرت یعنی که اضعاف زیاد شد دیگه. خشت باریم که جنتی بودن و جنتی شده باشند اگر من همونا دیدم میخواهم. و اما المرتاب الذي عاش على الريبه والشك، اما اون شکاوری که در دنیا حیاتش به شک و شبهه گذرانده و عدم الیقین، حیاتش به بیقینی ناباوری، میگن میشه جنت نمیشه، میگن دوزخ نمیشه، میگن عذاب قبر نیست، میگن زنده میشه. ای همین خیلی قطعی گذراندگی. و ان کان یدعی الاسلام، گرچند که دعوی مسلمانی کند، اذا كان عنده شكوك وعنده ريب في دين الله، وقتی که در نزد چنین آدم شک باشد، در نزد من شبهه باشد نسبت دین اسلام، كالمنافق، همچون مثال منافق، فانه يتلجلج هم كده يتلجلج يعني يتردد في كلامه، در گپاش دو گپه میشه. مثال گوتش که پروردگار تو کی است؟ وای میگه که الله گویم یا که یک کسی دیگه نوش بیلا. دین تو چی است؟ و دینا رو قطار کردن میاد. دینایی که در دنیا طرفدارشون بود خطر نه، این بوزیگوم، زردشتیگوم، خرگوشتیگوم میاد چیه با دینای غیر اسلام. يتلجلج تردد کردن میگیرد. فاذا قالوا له، وقتی فرشته برایش میگن که من رب پروردگار تو کی؟ یقول میگه که لا ادري، نمیدونم. اعوذ بالله. و اذا قالوا ما دینک، نباشد دینی تو چی است؟ یقول لا ادري، نمیدونم. و اذا قیل من نبی، پیغمبرت کیست؟ یقول لا ادري. ها لا ادري. هر یک که میننده ها گفتن یعنی که بینای عزم گفتن میگیره. فهمیدید؟ در این دنیا منافق هم باشد در مشکل افتاد میگه پروردگار من الله است. برای منافقش میگه و دو پروگرام داره منافق. یک پروگرام تیپ تازه داره که مؤمنان و یک پروگرام تیپ تازه داره که کافران. ده همین سوالی که وارد میشه اطراف مؤمنان و جواب میده در دنیا. یگو منافق دیده که ارکان اسلام همین منافقای هستن که بینای مسلمانان امنش مناصر میدونن، اما مردم اسلام نقض میدونن، ولی که منافقه شکاوره. برای چی ها میگفتس نمیتونی سکتن، مگر گفتن نمیتون مثل که دیگه نمیتون. فرعون نگفت تا مردنشن، وقتی غرق شدن گفت هم خیلی است؟ آمن تو گفت ایمان آوردم با اونه که ایمان آورد بنی اسرائیل. گفتن تویش روایت هستن که بعد تفسیری بغوی میگوید که فرشته فرشتونه که جبرئیل در دهنش لایزه کلمه گفتن لا اله الا الله. خیلی روایت مهم یعنی که الله نمیمونه تشریفتن. اینجا او جای دنیا نیست که تو ما اجازه تتیم هرچی گفتن گیری همه حیات گذارونیم. نه، اینجا امهال نیست که ما در دنیا امهلهم رویدا گفتیم. این آخرت، این یک گپ نیست. با کدوم گپ میزنن؟ همون گپی که دلش بری همون میکشیده بود، همون لا ادری.
سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. و سوال در دنیا میدونیستی که آخه من میشنیدم آدما میگفتن چیز که شاید یک چیز که میگفته بودن. فقلت منم هم گفته بودم، منم هم تو گفته بودم میشه دیگه. اگر واقعا از صمیم قلب میگفتم شاید که الله نمی‌کنه. یعنی انه فی الدنیا یقول ما یقوله الناس، یعنی وای در دنیا میگفت از آنچه را که مردم میگفتن، من غیر ایمان والعیاذ بالله، بدون ایمان نداشته الله تعالی. هذا المنافق الذي اظهر الاسلام، این همون منافق است که نشون داده ظاهرش اسلام بوده است و هو لا يعتقده في قلبه، و چنان انسان است که اسلام در قلبش اعتقاد نداره. اعتقاد از کلمه عقل گرفته برادر، عقل بستن گره کردن. اسلام هم تو گرفته نبسته در قلبش، سرش داده، هم تو آمده با هم رفته است. و انما اظهره من اجل مصالح الدنیویه، و اظهار کرده چرا؟ به خاطر فایده های دنیوی نکشندم. اما امروز میگوید که کی منافق کشته میتونه؟ در کدوم دولت اسلامی امروز غیر از عربستان سعودی، الله سبحانه و تعالی دولت رو پایدار کنه، مستحکم کنه، در دیگه دولتان نیست که قانون الهی باشه. منافقا به ایمان منافقی کسادی هست با منافع دینی، در خیر خدایشو هیچ نمیشه که مستر میکنه. در مرگ مرده ها اشتراک کردن یعنی که حق و حقوق دارن، مجبوره چیکار کنن؟ در جنازه بیاد خودشون توزیع ناتوزیع اشتراک کردن کنن. مثال میاد فیقول فی الدنیا، در دنیا میگوید که ربی الله، پروردگار من الله است، و هو غیر مؤمن بالله باشه، خطا امیر، و هو غیر مؤمن بالله باشه، به هکذا خطا. حالا اون که مؤمن نیست به الله، قلبه منکر و عیاذ بالله، قلب او انکار کننده است. الله پناه. يقول دين الاسلام، دين من اسلام میگوید، و هو لا يؤمن بالاسلام، و به اسلام ایمان ندارد. قلبه منکر، قلبش منکر میشه. میگه اسلام چیه؟ میگه یک قانونی کهنه. امروز توره نمیگرد که اون ما همچه قانون استفاده بریم میگونه، اعوذ بالله، منکر میشن. هستن مثلا تاجیکای شنیدم گفتن که این قرآن یک اوترش مثلا که محمد است. این نویسنده قرآن محمد یک تا گذشته، یک تا خداداد گذشته میگه یک شاعر. من طوری که مثلا با یک نماینده دین در قزاقستان شرط نیست منصبش ذکر کردن، یک نماینده دین قزاقستان چی میگوید؟ میگوید که قرآن میگه این ادبیات عربا است، این ادبیات عرب ها است، از او چیزی معقول تو شده گرفت، اما عرف و عادتی دادا بابایی خود تو نمونه. نماینده دین این الله پناه چی میشن؟ یقول نبی محمد صلی الله علیه و سلم، میگوید که پیغمبر من محمد هستند در دنیا گفتن، و هو لا یؤمن برسالت محمد صلی الله علیه و سلم فی قلبه، در قلبش ایمان نداره به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم. انما یقول بلسانه فقط، این فقط به زبانش میگوید. هذا هو المنافق، این است همون منافق. فیقال له، برایش میگویند، یکی گفته میشود لا دریت ولا تلیت، ندونستی، تلاوت نکردی. فیضرب بمرزبه من حدید، و بالقه، با کوال، با گرز از آهن او را میزنن، زده میشود. فیصیح منها، اون ضربه فریاد میزن، داد میزن، صیحتا چنان فریاد میزن که لو سمعه الثقلان، یا که ثقلان اگر دو طایفه مخلوقات او را میشنیدند، لصعقوا، همه از هوش میرفتند، کما صعق موسی. هوش میرفتند. مراد الثقلان که انسان ها و جن ها. يسمعها كل شيء الا الانسان، همه چیز او را میشنوه غیر از انسان. لو سمعه لصعق، اگر میشنید چی میشد؟ لو سمعه ماذا؟ لصعق، البته هوش میرفت، هلاک میشه، میمر. ای لمات من الحول، الترس و حراس میمر. و یضیق علیه فی قبره، قبرش تنگ میکنن. حتی تختلف اضلاعه، تا اند اندازه قبرش تنگ میکنن که قبرهاش به یکدیگر داخل میشن. و یفتح له باب الى النار، برویش در را به طرف دوزخ میکشایند. فیاتیه من سمومها و حرها،
از شمال گرم او و از حرارت دوزخ به او وزیدن میگیره، اومدن میگیره. فیقول میگوید یا رب لا تقم الساعه، قیامت قایم نکن. میدوند که آخه قیامت قایم شد این بدتر میشد. اون خیلی قیامت قایم شد با این بدتر روزش میبیند. اما خیلی سعی حول ولا قوة الا هذه عيشته وحالته في القبر. انا زندگی او منافق، انا حال او میگو در قبر والعیاذ بالله، لانه ما اجاب بالجواب السديد، چون که جواب درست نداد. خیر جواب درست نداد. ولذلك ينادي مناد، به خاطر همین است که ندا کننده فریاد میکند که ان فریادش مراد از فریاد او چی است؟ کذب عبدی، بندی من دروغ گفت. فافرشوه من النار، برای او از دوزخ بستر کشید، جاگه تو نکنید. وافتحوا له بابا من النار والعياذ بالله، برایش در را از دوزخ باز کنید، اعوذ بالله. فاذا كانت هذه المسائل بهذه الاهميه وجب علينا ان نتعلمها وان نعتقدها. وقتی که این مسئله ها چنین اهمیت داشته باشند، اهمیت اینا این خیلی باشد، واجب است بر ما آموختن اونها را آوایار آموختن و ان اونها را اعتقاد کردن. فلا يكفي التعلم فقط، هم تو تعلیم گرفتن کفایت میکنه. چندی برادرم میگه که اصول ثلاثه خوندن در که میگه برادر من این اصول ثلاثه هم یک مایه بودم میخوندم. نه شیخ میگه که شیخ صالح الفوزان الله رحمتش میگه، محافظش میگه که لا يكفي التعلم فقط، ما هم تو تعلیم گرفتم نه، بل نتعلمها و نعتقدها، بلکه ما اونها را تعلیم میگیریم این سه مسئله را و اعتقاد میکنیم و ایمانی به اونها داشتن در کار و نعمل بها، به اونها عمل میکنیم. ما دمنا على قید الحیاتی، تا اون وقتی که در بدن جون داره، تا اون وقتی که در قید حیات هستیم. قید گفته رجیستراسیون میگن نه، مادامی که ما قطار همون زنده ها هستیم، نوم ما هر در پاسپورت سال ده هیچ مرده نگفتم ما در یعنی که رئیسای محله میدونم زنده، باید که آموزیم. این هم میگه لعل الله ان يثبتنا عند السؤال في القبر، شاید یک امید است میگه که الله سبحانه و تعالی در وقتی سوال و جوابی که واقع بشه در قبر، الله قلب ما را، زبون ما را استوار میگردونه. میگه شیخ يقول الله تعالى، الله سبحانه وتعالى میفرماید که يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله سبحانه وتعالى مستحکم میکند کسانی را که ایمان آورده. بچی؟ بالقول الثابت. ما المراد بالقول الثابت؟ الكلمة الطيبة. اكتب يا اخي، المراد بالقول الثابت الكلمة الطيبة، كلمة طيبة میگه لا اله الا الله، لا اله الا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. در دنیا الله تعالی اونا را به سبب ایمانشون، به سبب اعتقاد سختشون، الله سبحانه و تعالی این کلمه را ورد زبانشون کردن، در دنیا هم طرفدارشون میکنن و فی الآخرة، در آخرت هم. المراد بالآخرة در برزخ و در قیامت. و یضل الله الظالمین، المراد في الآخرة يعني عند سؤال الملكين في القبر. صحيح؟ ويذل الله الظالمين، الله ظالم ها را گمراه میکنه. أي يذلهم عن الجواب في القبر عن سؤال الملكين، الله گمراهشون میکنه، بیرهشون میزناند ظالم ها را. از چی؟ از جواب دادن در قبر در وقت سوال جواب دادن دو ملک. و یفعل الله ما یشاء، الله چی را که خواهد میکند. فهذه الأصول الثلاثة لها أهمية عظيمة. این سه اصل اهمیت بزرگ، یک چیزی بفرم یک چیز بیکار نیست، اینا اهمیت بزرگ دارند. ولهذا ركز عليها الشيخ في هذه الرسالة، برای خاطر این است که ذکر کرده است، ثابت گردانده اونها را شیخ محمد بن عبدالوهاب در این رساله. و وضحها من اجل ان ندرس، و ایضاح داده اونها را شرح داده گه. حالا شرحش میبود با الهیده. من اجل ماذا؟ لاجل ماذا؟ من اجل ان ندرسها، بخاطر اینکه ما و یارا آموزیم و نتمعن فيها، یعنی به دقت نظر اندازیم در اینها گفته. و نعتقدها، و تا اینکه یعنی که اعتقاد کنیم اونها، در قلب ما بندیم اونها، و نعمل بها، به اونها عمل کنیم و نعمل بها.
لعل الله ان يثبتنا واياكم بالقول الثابت في الحياه الدنيا والاخره. شیخ میگه که شاید که الله سبحانه و تعالی ما و شما را با قول ثابت با کلمه توحید در زندگانی دنیا و در آخرت استوار گرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما مزیدا.